Radical ideologies are associated with high and extreme inequality and injustice. ایدئولوژی‌های افراطی با سطح بلند و شدیدی بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه و یا برداشت بی‌عدالتی و نابرابری علاقمندی دارند. زورآوری در حالت ناامیدی و دلماندگی و مایوسی در جامعه، اقتصاد و سیاست اوج می‌گیرد. اکستریمیسم خشونت‌آمیز در سطح جمعیتی باعث پیدا گشتن ناباوری و اوج گرفتن آن میان مردم و دولت سبب گشته می‌تواند. مهاجرت اقتصادی باعث یک سلسله مشکلات دیگر است. نتیجه‌های اولین تحقیقات نشان می‌دهند نفرانی که خانه و عائله‌های خود را برای کار مانده رفتند نسبت به افرادی که نرفتند به جلب گشتن به گروه‌های اکستریمیستی بیشتر آسیب پذیرند، در حالی که بعضی آنها گرفتاری نظرهای افراطی شده برمیگردند و بعضی اصلاً برنمیگردند. مقصد این واخوری کارشناسان بلند برداشتن فهمیش عاید به افراطگرایی میباشد.